به به بابا به به. امروز قرار مستر بیست تو جدیدترین ویدیوش ما رو ببره به غار کرمای شبتاب ویتوما، یه غار بسیار عجیب و غریب و زیبا توی نیوزلند آخر دنیا. توضیحات این غار رو میذارم در طول ویدیو بهتون میدم و فعلا بریم این ویدیو جذابو با یه دوبله فارسی جذابتر با هم ببینیم. من معمولا اینجوری ویدیوام شروع نمیشه، ولی الان دارم وارد یه غار عمیق میشم، غاری که بیشتر از 5 کیلومتر تو دل زمین ادامه داره. به محض اینکه من و دوستام فرود بیایم و پامون به زمین برخورد کنه، ما مجبوریم 7 روز آینده رو اینجا بمونیم. ای وای، این احتمالاً ترسناکترین کار عمرمه. اول از همه باید تا جایی که میتونیم از ورودی غار دور بشیم. چرا؟ چون اگه بارون بیاد تمام این منطقه رو آب میگیره، ورودی غار پر میشه و ممکنه هممون غرق بشیم. واسه همین باید بریم یکم بالاتر کمپ بزنیم. این خیلی بده. اینجا انگار یه دنیای دیگه است. ورودی این غار شاید قشنگ باشه،